در واقع من باید از خودم بپرسم که کجای کار من مشکلی وجود داشته، کجای کارم اشکالی داشته. هیجانات تابلوی راهنمای زندگی ما هستند. اگر هیچ وقت از دست کسی عصبانی نشم، تا الان چه اتفاقهایی در زندگی من افتاده بود؟ چه مرزهایی که تا به الان از من شکسته نشده بود؟ چه حقهایی که از من خورده نشده بود؟ در واقع اگر خشم نباشه، مرزهای ما در نوردیده میشه. وقتی مرزی رد میشه است که ما عصبانی میشیم، خشمگین میشیم و این خشم بروز پیدا میکنه. پس خود این هیجان نیست که مشکل داره، نحوه ابراز هیجانات هست که مشکل داره. مثالی که بخوام در این مورد صحبت بکنم راجع بهش، مثال آب هست. یعنی هیجانات مثل آب میمونن، آب روان. و اگر این آب کانال کشی بشه و از کانال مناسب خودش عبور بکنه، خب آسیبی هم به ما نمیزنه و نه تنها آسیب نمیزنه بلکه برای ما مفید هم هست. اما وقتی که این هیجانات در کانال درست خودش قرار نگیره، مثل آب تبدیل به سیلاب میشه و چه بسا مخرب و ضرر آفرین برای ما باشه. اگر هیجانات نباشن، حیات انسان از نظر تکاملی به مشکل برمیخوره. بسیاری از افراد مبتلا به شخصیت مرزی یا اختلال مرزی متاسفانه احساسات شدیدی رو پیدا میکنن و در تنظیم اونها هست که مشکل دارن. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مدیریت خلق و خو و بیان احساسات مشکل دارن و منجر به اضطراب و تحریک پذیری زیادی در اونها میشه. نوسانات خلقی میتونه شدید و همینطور خیلی سریع اتفاق بیفته. یعنی اکثر افراد بوردرلاین مشکل کنترل خشم رو دارن که این خشم در اونها همراه با تغییرات بسیار شدید خلقه، عصبانیت خیلی شدیدی درشون ایجاد میشه و حتی ناراحتی‌های کوچیک و جزئی هم میتونه باعث خشم در مبتلایان اختلال شخصیت مرزی بشه و منجر به رفتارهای مخرب، خشونت‌آمیز یا حتی رفتارهای خود آسیب رسانی بشه.